یکی از معروفترین شهرهای قرون وسطایی در آلمان و واقعا انگار از دل قصه بیرون اومده. خونه‌های چوبی رنگارنگ، برج‌های سنگی و خیابون‌های باریکش در طول سال میلیون‌ها گردشگر جذب میکنه. بازار کریسمسش معروفه، ضمناً کارتون پینوکیو را هم از روی همین شهر الهام گرفته. دومیش مونشا هست، در مرز بلژیک کنار رودخانه رور قرار داره. مونشا پر از خونه‌های چوبی سفید و سیاه با سقف‌های شیروانی که از قرن 15 تا حالا همین شکلی باقی موندن. رودخونه از وسط شهر رد میشه و کافه‌ها درست کنار رودخونه هستن، طوری که صدای جریان آب رو همه جا میتونی بشنوی. بعدیش کوئدلینبرگ هست، یکی از قدیمی‌ترین و محافظت شده ترین شهرهای آلمان. بیش از 1300 خونه نیمه چوبی داره که بعضیشون 600 سال قدمت دارن. 30 سالم هست که تو فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و دقیقاً حس یک افسانه اروپایی رو به بازدید کننده ارائه میده. بعدی شیلتاخ هست، در قلب جنگل‌های سیاه آلمان قرار داره. شهر کوچک با خونه‌های رنگی و چوبی، رودخانه تمیز و پل‌های قدیمی سنگی. انگار اینجا زمان متوقف شده. زمستونا اینجا با برف سفید پر میشه و یه چهره رویایی داره. بعدیش میتنوالد هست، در جنوب آلمان نزدیک کوههای آلپ با چشمانداز خیره کننده. اینجا به شهر ویولون معروفه چون قرنها سازندگان ویولون تو اون فعالیت میکنن. دیوارهای خونه ها با نقاشی‌های سنتی تزیین شده و نقاشی از مناظر طبیعی. در آخر میرسیم به برشتین، جواهر کوچک در کنار رودخانه موزل. قلعه قدیمیش بر فراز تاکستان ها ایستاده و خونه‌هاش با دیوارهای سنگی و بلور شمعدانی قرمز مثل تابلویی از آرامشن. اینجا به مروارید موزل معروف هست، جایی که شبها انعکاس چراغ‌های کوچک در آب رویتای این تصویر از آلمان رو میسازه.